تعمیرطلب بودن راههای ماهیت بین المللی و جمهوریوی داشته اتومبیلگرد قلعه خونوانج در مسافت 117 کیلومتر برای ساکنان وادی درواز، رانندگان و مسافران همچنین سیاحان داخل و خارج کشور معلوم باشد هم باید دانست که از گشایش شاهراه کلاب قلعه خم خارق کلمه طی بیشتر از 19 سال اخیر است راههای ماشینگر در منطقه اساس حمل و نقل دائمی مال و محصولات و مسافرکشانی بوده. مانعیت در رفت و آمد طرفین نقلیات بارکش و مسافربر از زحمت شبانه روزی راهداران و راهسازان وطنی به نظر نمی رسد. بسیار ولنگار شده بود. چند روز شد که با تشبوس دارای راه انا بین حال دید راه خیلی تزیید آزاد ممنون داریم باوری داریم که با آینده خوبتر میشه. باید گفت که اهل زحمت مؤسسه دولتی نگهداری راههای اتومبیلگرد ناحیه درواز با استفاده از امکانات‌های تکنیکی در تامین حرکت معتدل دائمی نقلیات بارکش و مسافربر سهم مناسب گذاشته برای تعمیر میانه و جاری راه‌های در اختیار داشته بیشتر از 489,000 سامانی برای تغییر دادن پروفیل راه‌های شغلی و سه نمودن راه‌ها از سیل و کفباره‌ها تخت و هموارسازی کنار راه‌ها خرج نموده حرکت نقلیات را بی‌مانع در منطقه تامین نموده ایستادند. بازی در قطعه قلعه خون فرگاوت تکنیکای راهسازی کار و فعالیت دارند. از آن جمله یک عدد بارکنکی فرانتال، یک عدد автомاشین، یک عدد автогریدر. مکانیزم‌ها بسندن در این است که کار را سری وقت کرده ایستاده. عزم راهداران مؤسسه دولتی نگهداری راههای اتومبیلگرد ناحیه بر آن است که تا انجام سال راههای ماهیت بین المللی جمهوریوی و محلی داشته را به پورگی تخت و هموار نموده با استفاده از امکانات‌های موجوده همچنین دستگیری‌های بر محل تکنیکی و مالیوی وزارت نقلیات مملکت به زمستان امسال آمادگی همه‌جانبه داشته باشند.